کشتن خواست عمر. مرا کشتن خواست. به خدا کشتن خواست. ینگا زنده است. زود باید به بیمارخانه بریم. زودتر. دخترم تو چی کار کردی؟ طاقت کنید ینگا، طاقت کنید. پدر خدایا زودتر به اینجا. زودتر. خوبونید. زود به اتاق جراحی برید. زودتر شتاب کنید. در طول حیاتش انسان به بسیار پستی و بلندی ها دچار می آید و بسیار بلاها گرفتار می شود و هر یک بلایی به سرش آمده انسان را وادار می کند که فکر کند. یعنی هر یک ضربه از حیات خورده این یک امتحان است، این یک آگاهی است. در این مورد انسانی به انصاف چی کار باید کند؟ نشسته فکر کند که در کجا خطای صادر کرده است که آن بلا به سرش آمده است. خطا کردن و پس از آن عذاب وجدان کشیدن این دل شکستن شیطان است. من رجوع کردم بود. خودش به من حمله کرد. من رو نجیب دید. ما با شما میره بشید. نه مادر جون. مقابلیت نکنید. التماس مقابلیت نکنید. التماس مرا نردید. ندارم. دستش رو سر بید. برو مجسد نکنم از اینجا میبرم. رفتن وای گناه ندارد آقای محمود. جیانم رو سر گیر. آقای محمود خوب میشود، همش خوب میشود. چی؟ 30 دقیقه به خود بیا. ینگا جون آروم شوید. ینگا جون دخترم بیا ینگات رو به خانه بریم. در اینجا مونت بدتر می شود. دخترم کمک کن. بیا خیز چرا فهمیدن نمیخواهید؟ گوش کنید، تو بیانات جبر دیده رو نگیرین دخترتون رو آزاد کرده نمیتوانین. یعنی چه؟ اگر اون مرا دخترم زندانی می شود؟ هیچ چیز گفته نمیتوانیم آقای هاشم. یعنی آینده سنم از زنده ماندن خانم فردوس وابسته است. بله و باز از بیانات دادهشان دلیل‌ها رو از جای حادثه جمع کرده به شهر برای تشخیص روان کردیم. نتیجه ها را که گرفتیم آنها را با دستگیر شده به دادگاه روان میکنیم. همه شاهدان واقعه را پیدا کرده از آنها نیز بیانات میگیریم. این هم یک چند روز را میگیرد. تا آن روز خانم سنم در زیر نظارت میماند. یگان کار کردن نمیتوانیم. برای زنده ماندن خانم فردوس دعا میکنیم. فکرت چی ایستادی؟ رفتیم. پدر شما رفتن گیرید، من میایم. یک کار مهم دارم. ما با بیمارخانه میرویم، با اونجا بیا. حتما میایم. تو مثل همیشه زیبا و دلکش هستی. تشکر. باور میکنی تو روز چقدر پزمان شدم. باز ما میخوریم. مایلش میکن. از دیدارت خیلی شاد شدم. من همیشه. رقم تلفنم را گرفتی. البته زنگ زن. کنه اینجا بیا. فکرت. نامتونی یک طرف ایستا تو. گم شو از اینجا، گم شو. فکرت. کی سایدم؟ کی؟ تو چه حق داری که رفیقی مرا میزنی؟ کی با تو اجازت داد؟ ایشیل از تو میپرسم با آدم کیست؟ بس من زنی تو نیستم، فهمیدی؟ عذابم نده. چی؟ من حقی با هیچ کس گپ دادن ندارم. هم گوش کن، گپ نگردم، فهمیدی؟ سرده مرا، سرده گفتم. این یکی از همون عاشقانت ها؟ گوش کن فکرت، تو میفهمی چی ها گفته ایستاده. بله من به این محله برگشتم.
مایلش مرا محافظت کن، لیکن حق نداری از من گمانی بد بری. او تنها یک رفیقم است، رفیق مکتبی. با یک کاری ضرور به این محله آمده است. دیروز نخست در اینجا او را واخوردم. امروز باشد به استانبول برمیگردد. بین ما هیچ چیز نیست. فهمیدی؟ نیست. ایشیل ما رو ببخش. خودت را به دست گیر صدیقه. انشاءالله همش خوب می شود. چه خوب می شود. دخترم در حبس می پوسد. مرا برای کی به خانه آورده؟ من به نزد دخترم می روم. مرا سردی. صدیقه آرام شو بس. ینگه جان التماس از خدا امید رو نکنید. سنم بیگناه است. گوش کنید ینگه جان. نبیره آینده تون این احوال رو بیند خیلی زیق می شود. تو چی گفتی دخترم؟ دخترم یعنی تو؟ های ینگه جان با نزدیکی یک کودکی مایل ده که خوش و یک با اویلم همراه می شود. بلکه با آمدن او همش خوب می شود. خندیدن نمیخواستم. درست میگویی دخترم. فکرت هم باز بی سر میخواست. خدا را شکر دخترم. زود آوازه نکنید چون که هنوز 100% معلوم نیست. چخیل نیست. هنوز به نزد دکتر نرفتم. زیق بودن شما را دیده خواستم شما را شاد گردانم، لیکن تشخیص ها همین خیلی نشان میدهند باز یک بار مادر میشوم. بیارید زودتر. عمر سرما احوال فردوس چطور؟ خیلی جراحی مشکل بود امک. تیر خیلی درون رفته است. عضوهای درونی ضرر دیدند. او زنده میماند عمر. حاضر هیچ چیز گفته نمیتوانم. حیاتش در خطر است. ما از شعبه میگوییم اگر عریضه فردوس نباشد سنم را جواب نمیدهند عمر. لباسهایم را عوض کرده زود به نزد سنم میروم. سرما با همشیره ها گوید که ینگه فردوس را تنها نگذارند. میلش احوالش خیلی وزین است. خوب آقای عمر. ما هم به خانه میرویم. همه رفتیم باشیم. خدایا توبه. هم پدرم و هم عمکم قریب که عمر رو به آغوش گیرند. چقدر دختری خوشبخت بوده ای سنم. خانم سرما سلام. شما اینجا بودید؟ تو را انتظار بودم. مرا؟ گردنبند را به گردنت آویختی. خیلی خرسند شدم سرما. میدونید شما مرا نادرست فهمیدید آقای تیمور. در این موضوع به شما گفتن میخوام که من شما را آقای تیمور مسئله خانه‌خواری شما را حل نکردیم. چخیلی که میگویند با چپ و راست نگاه نکن، کاری امروز را به فردا نگذار. اگر خواهید امروز بیدیم مایلش میبینیم آقای هاشم. مایلش میبینیم. خدایا چرا من آن رو به گردنم آویختم؟ شد اکنون گریه نکن سنم. همش خوب میشود میبینی. چرا همه این بلاها به سری من میآید؟ چرا بدبختی بالای بدبختی شده ایستاده است؟ نمیفهمم عمر. مرا ببخش. از برای من تو هم در عذابی. کاش که از دستم می آمد و تو رو خوشبخت میکردم. برای من شده خیلی عذاب کشیدی. خب این موضوع رو ما قرار رو هر دویمون برآوردیم. جزایش رو هم خودمون میبینیم. این وقتی که از اینجا میبرایم کارهای جدا شوی رو انجام میدهیم. ینگم کی به خود میآیند؟ عمر مرده است.
نه نمرده است. انشالله زنده میمونه. تشکر زیاد کمیسر. خدا خواهد تو را از اینجا میبرورم. زیغ نشم مایلش. بیانات جبر دیده را گرفته میتوانیم؟ متاسفانه حاضر نمیشود. نرگس بیا بازی روز شبکان نکنه. اما من از تاریکی میترسم. میخل باشه چراغ اینجا رو روشن نکنه. نگاه کن تاریک نیست. رفتیم نترس. صدقه دسترخوان تیار است. گرسنه ماندم. میشیل وای برای کارهایی کردم بخشش میخواهم. من باید حتما تو رو ببینم. به خانه‌ات میآیم. چه برای چی؟ زنم از هیچ چیز خبر ندارد. من تو رو دوست میدارم. چی گفتی؟ اگر آنها فهمم که تو در محل هستی باز جنجال میشود. میفهمی ایشی؟ این خیلی باشد پگاه در باغ وا میخوری مالش. آقا خاموش نرگس خاموش. صدقه علیا زاد ترجمه گرسنه ماندم. چی شد هاشیم؟ دخترم چی خیل است؟ فردوس رو نجات دادم. گپ زن هاشی. عمر احوال فردوس خیلی وزین است میگوید. فردوس مراد سنم هم چند سال از حبس نمیبراید. ینگه جو شنید ینگه جو شنید. این چی بلا بود که به سر ما آمد؟ خدایا آقای تیمور اومد از حمزه. جوانه کی حیاتم را نجات داده بود کو انا همان. خوش آمدی پسرکم. بیا به خونه درو. مادر جان از اینجا میگذاشتم احوال خانم سنم را پرسم گفتم. بیا پسرم بیا درو خیر. شام بخیر آقا جان. شام بخیر. ببخشید که در این نیمه شب شما را ناراحت کردم. دیدی حمزه چقدر بوده و بس همین طور نه؟ دخترم مهمون رو به خونه تکلیف کن. گذر پسرم خوش آمدی. خوش باشید. در محله هیچ کس را نمیشناسم غیر از عائله شما. البته شما را به خودم نزدیک حس کردم. زهر آدم را آدم میگیرد میگویند. البته پسرم البته نزدیک هستیم. ما هم آدم را میشناسیم. واقعی امروزه مرا خیلی ناراحت کرد. عقلم قبول نمی کند. فکر میکنم خانم سنم گناه ندارند. در شبای پلیس چی میگوید؟ ینگه جو التماس به خاطر من کمی خوری. کمی مایلش. شنید. دخترم زیقم باشم از خبرت شدم. چه خیلی خبر خوش. چی شد؟ باز یک مهمانی نو می آید. علیا؟ هنوز به نزد دکتر نرفتم لیکن مهمانی خورده کمون می آید. چی میگوید این صدقه؟ باز یک نپیره دیگرت می شود هاشیم. باز یک نپیره. راست میگی؟
شیم رقم میآید پسر می آدمی داره پسر چه خیلی که میگوید کسی که پسر تولد کند قند خورد کسی که دختر تولد کند فاز دارد تو میفهمی چی گفته صدایی؟ باز یک پسر شود پشت زمین رو نمیبیرد فکر جان خیر من اکنون روم. برای شما را ناراحت کردنم عذر. کجا میروی پسرم؟ آخر حاضر آمدی؟ نه بهترش روم. حمزه این را قبول کرده نمیتوانم. ببخشید امروز اون رو به گردنم آویختم. نادرست نفهمید. حالا همین خیلی. خب مالش این امر دل است، مجبور نمی کنم. تیمور یک دم ایست. ببخش پسرم، سرمت دختری است که عقلش در جایش است. با کسی که شناس شود با دو دهنگپ خوبش زود عاشق نمی شود. غیر از این او نیتت رو نمی داند. تو زد نشو، من با سرما گپ میزنم. تشکر مادر جان، راست میگویید. خیر. میدونی من نمیخواستم کودکی سیم رو. چی لازم است گفتم، لیکن تو میخواستی. باور کن من هم خیلی خورسندم. از حاضر بوی کودکی مای دهککمون به بینی هم میوید. ها بله. خورسند نشدی؟ خورسند شدم، البته خورسند شدم. با او چی نو میگذاره؟ فکرت سراسی من نشم. شاید حامله دار نباشم. هنوز به نزد دکتر نرفتم. برای چی پریشان شدی؟ هیچ در هیجانم. خوب که در بالای سرمون هستی، خانه‌مون هستی. ایستا من میبینم. چی شد فکرت؟ از بانک خبر آمده است. گوش کن، کودک آینده من رو خیلی فکر میکنم. ای دختری بی عقلم، تقدیر خودش پیش پایت آمده است، تو باشه رو میگردانی. مادر گوش کنید، من همین قدر به دلتون زدم که شما زودتر از من خلاص شدن میخواهید. التماس به من دیگر کاردار نشوید. میلش دخترم، کاردار نمیشم. تو هم از حبس برآمدنی صنم رو مثل کتاره‌ای که گذشتنش آخر ندارد انتظار شدن گیر. شما چی گفتن میخواهید؟ تو انتظاری جدا شوی صنم و عمر هستی دخترم. انتظار شدن گیر. عمر توی صنم را خوب سرگردان کرد. خیال میکنی که صنم از حبس نبرآمده عمر از وی جدا میشه؟ همین خیر؟ ای دخترکی ساده ای و دکتر شدی و عقلت ندارآمد. لجام در دستی کسی باشد اسب را او میراند. صنم هم بی عقل عمر با سرمه خانه دار شود گفته از شوهرش جدا میشود. مگر این بی عقلی نیست؟ برای چی خبر نداده تمشیره؟ انشاءالله احوالش بد نبوده است. احوالش خیلی است. خیلی بد است. خونش را سنجیدید؟ بله آقای دکتر. حالتش یک بار بد شد. یک بار دیگر داروی گفتگی هم را گذارم. خوب شده است. کاری خوب نشد حمزه، و خدا عیب شد. امور آدم گفته به خانه ما اومده است. حلیمه، اینجا محله خورد است. ما دو دختری کلان داریم. هر مرد بیگانه‌ای که به خانه می آید او را با گل پیشواز گرفته نمیتوانیم. تو به نزد صنم رو. بیچاره خیلی عذاب کشیده است. کارهای کرده دوغن را عقلم قبول نمیکنه. چی شد؟ چرا در را پوشیدی؟ زن و شوهر
پنهانی گپ میزنی. باید دخترانمون گپی ما رو نشنوند. سرما کارهایی که داغم با سنم کرده است میدوند. البته میدوند. من گفتم. پس چرا عمر رو نبخشید؟ این خیلی گپ نزن حمزه. مگر دختری من به گردن عمر اویزون میشود؟ باز ما آدم خونه دار. توبه. گذر شین من به تو قهوه تیار کنم. چیکار بکنم آقا؟ با فکرم پدر و مادرم جدا میشوند. آخر پدرم تا حال بابای زند گپ میزده است. مادرم را فریب میداده است. خاموش، مادرم میفهمم. با من گوش کن نرگس. میدونی چی کار میکنی؟ پگاه پیش از پدرم بر باغ میرویم. اون زن رو میابیم. بعد با او گپ میزنیم. با او میگوییم که از پس پدرمون نگردید. مادرمان رو دیگر نرنجونید. در اون باغ پنهان میشویم. همین که با پدرم وا خوردم از پیششون میبرویم. خدایا شکر. لیکن احوالش هنوز خوب نیست. همیشه نظارت خوب شده است آقای دکتر. اگر آن زنی بعد ما رو زنه چی؟ تو غم نخور، من هستم. با مادرم گویم چی؟ من میشود. مادرم زود و غضبناک شده از پدرم جدا میشوم. بچه ها؟ اپای نورای؟ نرگس؟ ثروت؟ بچه ها شما از کجا پیدا شدید؟ ما فکر کردیم که شما رفتید. با ما کمک میکنید اپای نورای؟ کمک؟ چی شد خانم همشیره؟ نبضش گم میشود. بیمار رو از دست میدیم آقای دکتر. دلش را محض میکنیم. ینگا باید زنده مانید. ینگا قلبش به کار در اومد. خدا را شکر. تو رفت امیدم را از دست میدیم. احوالش خیلی بد است. خیلی. همشیره التماس 24 ساعت نظارت کنید. فهمیدم آقای دکتر. چی شد آقای عمر؟ احوال ینگای فردوس هم خیلی وزنین است. بسیار خواطیره. عمر از تو یک چیز رو پرسیدن میخواهم. تو در حقیقت از سنم جدا شدن میخواهی؟ گوش کن. این خاندار شوی محققی نبود. تو این را فهمیده میتوانی سرمان. آخر حاضر سنم در حبس است. وای در حبس باشد به فکر تو جدا شده میشود. با من کمی وقت ده. وقتی که با من خیانت کردی وقت رو فکر نکردی. زود مرا فروختی عمر. سرما بس کن. مرا فهم. با تو خیانت نکردم. باور کن. تو میدونی که رومالچه دادت و انگشترین تا حال در دستم. این معنی آن رو دارد که من با تو هم سرما. قلبم با توست. لیکن حاضر وقتی این گپ ها نیست. مشکلی کلانه به سرمان آمد. اول باید سلام رو از حبس براریم. احوال ینگای فردوس نیز وزنین است. یک زنی بد است اپای نورای. بعد از چند وقت با پدرم در باغ با میخورم. التماس با ما کمک کنید. و زنی بد از اینجا رود. پدر ما رو نگیرد. آخر مادرم زیخ میشود. اون زن رو میابیم. میدونید با او چی میگوییم اپای نورای؟ پدرم اون رو به حالش گذار. از اینجا بر اومده رفت. دفع شد. دیگر مادرم اون رو نگیریم. ما رو بدبخت نکن. به این هم غممون بسیار. امام در حبس. بی هم باشد. دویم گریه میکنم. در خونه هیچ کس نمیخندد. ما نمیخواهیم که مادرمون دویم گریه کند. با پدرم با تلفن گپ میزد. التماس به ما کمک کنید. بیایید در باغ رویم. با اون زن گپ زنید. رفتیم اپای نورای. رفتیم. التماس. بچه ها وای با باغ رفتنمون شک نیست. برای چی؟ چون که من وای زن رو میدونم.
میدونی؟ بله البته میدونم. در کجا بودنش رو هم میدونم. من او رو یک مرتبه دیده بودم وقتی که با پدرت گپ میزد. این کی بود؟ شما حاضر به خانه‌تون روید میلش. من باشم رفته با او گپ میزنم. لازم میشود از این محله پیش میکنم. میلش. مایلش دوروهای فرمودم رو گذراندید. شما ما رو فهمیدید؟ بله آقا. آمای روبیا؟ سرما ما هم به نزدیک تو می اومدیم برای تشخیص آمدیم. تشخیص؟ ایشیل چرا نمیایی؟ تو رو انتظارم. مرا انتظار نشه فکرت. نمیایم. با من وعده داده بودی. فکرت من از این محله میروم. با این وقتی دزدیده زندگی کرده نمیتونم. خداحافظ. ایشیل به عقلی نکن. ایشیل خدا چیکار؟ جوابی تشخیص کنم دکتر. تشکر. خبری خوش رو داده شادیانه رو میگیرم. مایلش خوش کودک هست؟ آپای علیا شما حامله دار نیستید؟ چکل نیستم. همین قدر باوری دوستم که حامله دار هستم. همه رو باز با پای خیزوندم. من با فکرت چی میگویم؟ اپا جان اگر خواهید باز یک بار دیگر با اولتراساند دروید خودتون میفهمید. میلش ایشیل درو کشا. با تو میگویم. ایشیل ایشیل یعنی تو مرا ترک کردی. صدیقه کجا میروی؟ من به نزد تو آمده ایستادم. ببخش این شب آمده نتوانستم. خیلی کارم زیاد بود. به خبرگیری سنم میروم. گوش کن صدیقه من هم با تو میرفتم لیکن باید حتما به مغازه روم. خانه رو باید آرا دهم. برای سرما خواستگاری نو برآمده است. ایستا صدیقه مادامی که به نزد سنم میروی با او گویی که سرما او مرا فراموش کرده است و دیگر کس خانه دار میشود کارهای کرده داغم را فراموش کند و از دست عمر محکم دارد. خدا نشان ندهد جدا شوند دیگر کی او را بدنی میگیرد. با عمر بر این آدمی درست به شوهر برآمدن این خود یک وقتی کلان است. عمر هم او را حرمت میکند. باز نگویی که صدیقه من به تو نگفتم. حلیمه به نام خدا یک طرفی است. من به درد دخترم آواره هستم و تو باشی چی ها میگویی؟ اوف با کجا میروی ایشیل؟ چرا ما رو ترک میکنی؟ بیا فکرت همدیگرمان رو فریب ندیم. بین ما عشق نیست. میفهمی نیست. یعنی تو ما رو دوست نمیداشتی؟ با استانبول رفته در اونجا زندگی کردن میخوام فکرت.
نمیخوام در محله خود با تو حیاتم رو پسونم. بیزار شدم، میفهمی؟ از حیات دهاتی بیزار شدم. با شهر میروم. آزاد بودن میخواهم. شیر صبر کن. به نزد اونا چقدر میروی؟ همین طور. بابای مصلحت کردید. اکنون نزد وی میروی ها؟ من تو رو رشک میکنم، به همه رشک میکنم، میفهمی؟ نکن فکرت. با تو گفتم با او یگان علاقه ندارم. وی تنها یک همسینفم است. غیر از این او دیشب به استانبول رفت. دروغ نگو. با هیچ کجا نمیروی. تو را نمیگذارم که از این محل رای فهمیدی. هموشین در راه. سرده مرا. از تو بیزار شدم، نمیفهمی؟ تو رو میکشم و با هیچ کس نمیدیم. تو هم با مانند آنها هستی. با مانند آنهایی که با من در طرف خانه مسخره بازی میکردند. با تو گفتم که بیا. یک روی نکنی شیر. با من بیا. ببینید خانم سرما، گوش کنید. تشخیص اولتراسادو نشان داد که در بچه‌دانتون زخم پیدا شده است. دخترم علیه هنوز معلوم نیست که زخم پهن شده است یا نه، لیکن زود باید جراحی کرد. مادر جان، دخترم خود رو از دست نده. همش خوب میشه و دخترم عمر بیچاره هم برای تو رو نجات دادن چی کارهایی که نمیکنن. حق عمر رو چطور بار میگردونم مادر؟ عمر انسانی خوب است و شوهرت است. اگر فهمیده باشه دخترم رفتاری عمر با تو دیگر شده است. باز ینگه حلیمت گفتن که سرما با دیگر کس خانه دار می شده است. شاید عمر اویلش رو بیرون نکنه. میفهمی دختری زیبایم. شیرینکی من دختری زیبایم. دخترم زیق نشو. از خدا امیدت رو نکن. صبر کن. شاید همش به خیر شود دخترم. مادر جانم تشکر. من خوبه. من بهتر می آیم. مایلش. عمر پسرم، نمیدونم چی خیل گویم، لیکن میترسم که اگر جدا شوید سنم با خود یگون بیعقلی میکنه. دخترم خیلی پریشان شده است. ببخش پسرم، این دلی مادر است. دیگر چاره ندارم چی گفتنم رو نمیدونم. باوری دارم که کاری درست میکنی.
چی شد؟ وای دخترم با تو چی شد؟ بیا خیز دخترم، خدایا آخرین بیمار است بیچاره. بیا خیز دخترم، خیز. بیا من با تو کمک میکنم. خیز دخترم، خیز. انا همین طور. خیز جون، خیز دخترم، خیز. انا همین طور. خانه من همینجا نزدیک است. بیا من تو رو به خانه خودم میبرم. رفتیم. خدایا توبه، خدایا. بیا دخترم، از دستم دار. بیا خدایا، انا میدار. بیا رفتیم. آنا میخیل رفتیم. علیا دخترم چی شد؟ برای چی گریه میکنی؟ هم دست میدارد و هم گریه میکنم. شیرین یگون چیزی بد شد. کنی بچه ها به حجراتون روید، من با مدارتون صحبت کنم. کنی شیرین علیا دخترم چی شد؟ در بچه دونم زخم پیدا شده است. میترسم که یگان بیماری بد نباشد، شاید بیماری سرطان. خدایا دخترم از دهانت شمال بر این خیل نگوی. شاید دیگر هیچ وقت فرزندان نمیشود. فکرت خیلی با امید بود. من برای چی میگویم؟ چی خیلی میگویم؟ از همه مهمش سلامتیت است دخترم. باوری دارم که فکرت هم همین فکر میکند. آرام شو. تو رو جراحی کنیم سلامتیت بهتر میشود. برای ما از همه مهم همین است. روح افتاده نشو، تقدیر همین بوده است. یگانه راهی درست این جراحی است دخترم. میفهمی جراحی است. به خود آمدی دخترم، خوب هستی؟ یگان بیماری داری؟ چند سال نشده بودم، صحت شده بودم. اول زود بیهوش می شدم. در محله تو رو ندیده بودم. به فکرم از اینجا نیستی؟ بله، باید از اینجا می رفتم. به شهر می رفتی؟ نامت چیست دخترم؟ نامت رو بگوی دخترم. نامی من رو بیا. نامی من سیگینج. وای دخترم و دامادم. من روم. یک دمشین دم گیر. برای چی سراسیمه هستی؟ تا با تو خوراک ندیم به هیچ کجا نمی روی. بیا شین. اکا وای زنی بعد با فکرم پدرم رو دزدیده بود. این خیل شدنش ممکن نیست. اپای نورای باید با او گپ میزد. این خیل باشد چرا مادرم گریه میکنند؟ پدرم اومد. بیا خواهرم. کنی زود به خونه دروید. مادر بس کنید اینقدر زیق نشوید. چه زیق نشود؟ دردی سنم نمیرسید بازاری هم بیمار شد. با علیا چی شده است؟ فکر کرده است که کودک دار است لیکن نبوده است. خدا نکرده. اکنون چی می شود؟ در سن جوانی بچه دانش را میگیرد. دیگر کودک دار نمیشود. فکرت خدا علیا را نگهبان باشد. من کودک نمیخواهم. 2 فرزند دارید کافی است.
گفتی دنگا جو؟ گفتم خیلی زیق شد. چی گفتنش رو ندونست. خدایا نو به یادم اومد. مادرت لباسای کهنه رو از من خواسته بود. وعده دادم که میبرم. با کمبغل ها تقسیم میکنم. اگر خواهی بیا یک جای رویم. تو ایستا من حاضر میایم. حاضر. مادر جان شیری نکنی من. زیق نشوید التماس. تشکر. خوراک خیلی بلازد بود. نوشی جان دخترم. اکنون با من اجازت. خودت را چه خیلی حس میکنی؟ سرت از درد موند؟ هر وقتی که دلت خواست به خانه من بیا. مایلش؟ تشکر با شما. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву иdoраву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. номам нохт. солҳо одами бадкирдор будам. дар ин дунёи пур аз гуноҳу хатоҳо бо нодонистани ҳаққи банда умр ба сар мебурдам. одамони атрофон суистанд. ҳатто гурбаи назди хона ва дарахтону сабзаҳои рӯи замин болои ман ҳақ доранд. бардошам гуноҳи зиёд бор карда намедонистам ки ҳаққи ин қадар одамон ба ман гузаштааст. аммо як рӯз дар ҷанозаи падарам воқеъе рӯй дод ки маро куллан тағйир дод. он раҳмате ки тамоми оламро фаро гирифтааст, дараш ба сӯи ман ҳам боз шуд. акнун тамоман инсони дигар шудам. қавл додам ки аз он одамоне ки болои ман ҳақ доранд ҳалолӣ пурсам. акнун касеро мешиносам аз ӯ ҳалолӣ мепурсам. маро бубахш. сурма, аз ту як чизро мехоҳам пурсам. шуморо гӯш мекунам. темур, байни ту ва темур чизе ҳаст? ин ба шумо дахл надорад оғои умар. шумо ҳақ надоред ки пурсед. сурма, илтимос ин гапҳоро мон. чаро гарданбандро ба гарданат оваред? ба шумо чӣ оғои умар? сурма, ин калимаи оғоро такрор карда наист. маро асабӣ мекунад. асабӣ мешавед. ин хел бошад асабатонро эҳтиёт кунед оғои умар. оғои умар, хонум Фирдавс. با اون زن گپ زدی در پنورای؟ بچه‌ها شما با دیگر اتاق گذارید. برای چی مادر جان؟ آخر این اپای نورای است. من کی گفتم زود گذارید. مالش مادر جان. بیا نرگس رفتیم. کنی بچه ها با اتاقی دیگر گذارید. با من دروغ گفتی فکرت. با من دروغ گفتی. یعنی این زن رو پنهان میکردی. دخترم و تو چی شد؟ مگر شما شناس هستید؟ چرا ما رو راحت نمیگذاری؟ چی میخوایی از ما؟ مادر شما میدونید مهمانتان کیست؟ ماری است که کوشش میکند آیله دخترتان رو ویران کند. ببخشید، خیلی پشیمانم. من خطایم رو فهمیدم. یعنی خطایت رو فهمیدی؟
این خیلی باشد در محله چی کار میکنی؟ باز در خانه مادرم. نمیدونستم که مادرت هست. چیزهایم در اونجا هست. اکنون به شما خلال نمیرسونم. وعده میدیم. التماس مرا ببخشید. ببخشید. دفشم رفت. زودتر از اینجا دفشم. شد دخترم. نباید این کار رو میکردی فکرت. نباید چنین میکردی. دخترم شد اکنون. بیا اپای نورای ایسته. شد دخترم شد اکنون. شد دخترم. فکرت تو چی کار کردی؟ بازدهید. طاقت کنید ینگا باز کمی. طاقت کنید ینگا طاقت کنید. تمام موهای من مشکلی پسی سر شد. خدایا این خیلی مشکل است. این خیلی دوام کردن گیرد. خیلی مشکل می شود. باید زنده مانید ینگای فردوس. باید زنده مانید. وگرنه هم شما حیف می شوید و هم حیات سنا می سوزد. اپای نورای نروید التماس. نروید اپای نورای. بچه ها میدونید بازن یکی پدرتون رو فریب داده بود گپ زدم. دیگر با پدرتون نزدیک نمی شود. شما رو و مادرتون رو اون زنی باید دیگر نمیرن جونه. تشکر اپای نورای. میدونستیم که کمک میکنید. اپای نورای نروید شما رو دوست میداریم. اپای نورای چی شد؟ این رو گیر. هرگاه که این شپرک رو بینی مرا به یاد آر. مایلش. چرا فکرت؟ چرا؟ به من وعده داده بودی؟ رفت گفته بودی؟ چرا؟ اکنون تمام بس است. از او جدا می شوم. دخترم التماس باز در این روزهای وزنین جدا می شوم نگوی. دخترم با زخمم نمک نپاش التماس. فرزندهایت را فکر کن دخترم. شما چی خیل با من از وی جدا نشم میگویید؟ بابای زن علاقهش دوام دارد. من چی خیل بابای زندگی میکنم؟ علیا دخترم بایزن از اینجا میرود. پشیمان شده است. احوالش را ندیدی مگر؟ دفعه گذشته هم میروم گفته بود لیکن نرفته است. همش بازی است. نه من دیگر باید زندگی نمیکنم. خیل نکوی دخترم. امیلت را ویران نکن. زهر خورو لیکن معمول نکن. دستت شکند هم آب نکش. اگر کودکهایت را دوست داری طاقت کن دخترم. مادر جون اپای نورای رفتن مادر جون. در وقت رفتنش خیلی گیره کن. علیا دخترم. سلام سرما. سلام. ببخشید سراسیمم. خانم سرما اجازه دهید شما را تا خانه‌تان گسیل کنم. با شما چند مرتبه بگویم آقای تیمور اینجا محله خرد است. هر یک قدمی مانده همون غیبت دهان مردم می شود. یگان کاری بد نمی کنیم که تصور کنید که من سیاه هستم. با 7 بهار آمدم. شما باشید محله را نشان بدهید. التماس. مایلش رفتیم. خانم سرما با کجا؟ اگر شتاب داری؟ به سوی خانه می رفتیم اما که قربان. سرما خواهرم در این دنیا دکتر بودن شرف بوده است. یک قصه خواندم که از حیرت مویی بدنم راست خیست. کاش که من دکتر عمر می شدم.
این چه قصه بود است که شما رو در حیرت موند اما که قربان؟ عمر برای چی راست میستی؟ بیا اینجا بیا. قصه دکتر عمر رو نقل میکنم. همنامی تو چی نام داری جانی عمک؟ نامم تیمور. اگر پرسم که از اینجا نیستی میگویی از همینجا هستم؟ اصلا از همینجا عمک. اصل همه چیز را خدا میداند. و تو گفتم که درس میخوانم. قصه دکتر عمر مرا حیران کرد. در این دنیا دکتر بودن شرف است. کی است وای دکتر عمر؟ شناستو؟ بیا با تو نقل میکنم. بیا رفتیم. این هاشیم با کجا رفته باشد نمیدونم. در یگان جان است. خدایا توبه. این کوزه پوش یگان بار اویلش را فرزندهایش را فکر میکرده باشد. گیر دخترم یگان چیز خور باز گرسنه نمانی. گیر این رو از کجا گرفتی نرگس؟ اپای نورای دادن. این خیلی تحفه قیمت است. قبول کردن نمیتوانی. باید با اپای نورایت برگردونی. لیکن وی رفته است. شب میرود مادر جون. افتابوس شب میرفته است. حاضر در خونهشون. تو از کجا میدونی؟ خودشون گفتن. ما خونهشون رو میدونیم. میدونی؟ اگر خواهید نشون میدهیم مادر جون. دکتر جوان عمر سال 1957 به امریکا می رود. در روزهای اولی کاریش در بیمارخانه وظیفه پست را اجرا میکرد. یعنی از بیماران برای تشخیص خون میگرفت، زخمایشان رو میبست، کارهایی به همین مانند میکرد. یک روز از یک بیمار 30 سالش از 70 بالا برای تشخیص خون میگرفته است. بیمار دستش را دراز میکند. دکتر عمر میبیند که در دست آن مرد بیمار عکسی ماوس داره نقش بندی کرده شده است. برای آن مرد نگاه میکند، میبیند که او ترک نیست و نقشی دستش نگاه میکند بیرق ترکیه. از آن مرد بیمار میپرسد که ترک هستی؟ او جواب میدهد که نه، من ترک نیستم. از من چند وقت میگذرد. آنها باز و میخورند. این دفعه آن مرد پیری بیمار از دکتر عمر میپرسد که تو ترک هستی که نقشبندی دستی مرا شناختی؟ آن مرد و دکتر عمر سرگذشت خود را نقل میکند. من یک عسکر بودم، در چنکله جنگ کردم میگوید. وقتی که در آنجا میجنگیدیم با ما میگفتند که ترک ها وحشی هستند، مثل حیوانی در رند هستند. هنگامی جنگیدن من به ترک‌ها نگاه می‌کردم که چقدر آنها مردانه‌وار برای زمینشون می‌جنگیدند. امکانیتی کم داشته باشن هم خیلی خوب می‌جنگیدند. ما بین خود به آنها احسن می‌خواندیم. غیر از این ما از اسیر شدن و به دست ترک افتیدن مردنیوار می‌ترسیدیم. آن ترکانی وحشی ما را اسیر گیرند ریزه ریزه می‌کنند. گفتم می‌ترسیدیم. در یک محاربه شدید نخست یک ترک به سرم با تفنگ می‌زند. من از هوش رفتم. وقتی که به خود آمدم چی را دیدم؟ سرم بسته، گرد اطرافم پر از ترک. قریب از ترس زیر کف می شدم. آخر من در دست آن وحشی ها هستم. یکی دیدم رویشون شاد، زخمی سرم بسته. بعد آنها به من خورا آوردند. به خدا حیران شدم. به خود گفتم اگر اینها وحشی باشند پس ما کیستیم؟ آنها مرا آزاد کردند و برای خوبی کردهشان در دستم بیرق آنها را نقش بندی کردم. همین خیلی آن مردی بیمار پیر و دکتر عمر بین خود صحبت می‌کردند. آن مرد از دکتر عمر خواهش می‌کند که درباره دین اسلام به او نقل کند و دیری نگذشته او دین اسلام را قبول می‌کند. یک روز آن مردی پیر از دکتر عمر خواهش می‌کند که به او تسبیح یافته دهد، چون که آن را در چنکله در دست باباهایمان دیده بوده است. آن مردی پیری بیمار و دکتر ترک عمر به همدیگر خیلی انس می‌گیرند. او به خود نام عمر را می‌گیرد. این شاید تقدیر باشد میگوید دکتر عمر. یک روز در بیمارخانه دکتر عمر را تعجیلا به اتاق 217 دعوت میکنند. دکتر عمر می آید و میبیند که آن بیماری پیری هم نامش در دم مرگ است. او کلمه شهادت را میخواند و جانش را به حقدار میسپرد. بله این دنیا را ترک میکند. انا همین خیل فرزندانم خوبی را باباهایمون میکنند و میوهش را نبیره هایمون میچشند، یا اینکه برعکس بعضیا بدی از باباهایشون مانده را ادامه میدهند، لیکن بعد از چند سال عذابش را میکشند. برای این خیل زیباگی دکتر بودن ارزنده نیست مگر؟
سرما چرا این خیلی میکنی؟ چرا صبر نمیکنی؟ چرا مرا فهمیدن نمیخوای؟ نمیبینی که من تو را دوست می‌دارم. شب و روز تو از فکرم دور نمیشوی. آرامی ندارم. تو را دوست داشتن خیلی دشوار است. خیلی. خودی عشق این عذاب است. سرما عذابی سخت. لیکن من طاقت میکنم. بله طاقت میکنم. صبر میکنم. حقیقت آخر آشکار میشود. هرچند آتش عشقت مرا میسوزاند، لیکن من طاقت میکنم. برای تو راضیم که عذاب کشم. سرما فقط خدا جان التجا میکنم که مرا از محور حقیقت دور نکن. ای خدا مرا به راه راست هدایت نما. خانه‌دار شوی بازی نیست گفته خانه‌دار شدیم. بله بعد خود رو همسری عمر حس کردم، گویا که با یک زنجیر بسته شده باشه، گویا که او در حقیقت شوهرم باشد. یارم میخواهم که از او هیچگاه جدا نشود. یک حس شیرین خدایا من چه ها فکر میکنم. با خوب بیا سلام، تو خانه‌دار نیستی، عمر هم شوهر تو نیست. عقلت را کار فرما سلام. اکنون وقتی رفتن آمده شد، دیگر راهی برگشتن نیست. اکنون با پای خود ایستادن را آموز. به هیچ کس تکیه نکن، هیچ کس را نرنجان. فهمیدی؟ خدایا فکرت. اپای نورای طفت را گیرو. بچه هایم را راحت گذار. وای زود رفتنی بودم، لیکن اتوبوس شب می رود. میدانم و من گفتند. به خانه دروید. التماس در نزد شما گناه کارم. کمی هم باشد گناه هم را می شویم. درویم مادر جان. التماس دروید. اپای نورای ما شفراک رو میگرفتم، لیکن اون خیلی قیمت بوده است. نرفته است. میروم گفته پرده ها رو محکم کرده در بودم. اینجا خیلی مایچه های زیبا هستند. ممکن است نگاه کنه؟ البته بچه ها. دیدی چه خیلی زیبایند. از خودم شرم میکنم، لیکن نمیخواهم که مرا آدمی بد دانید. باور کنید از چنین زندگی خودم هم خیلی خسته شدم. گمان کردم که فکرت مرا از زندگی بی‌معنی خلاص میکند، اما ایشیل درو کشو. با تو میگویم درو کشو. ایشیل نگویی که ما در اینجاست. نترس، درو نمیکشم. کمی درو میکوبد و میرم. ایشیل با تو میگویم درو کشو. ایشیل این پدرم است مادر جان. بله پسرم. ایشیل میدونم که تو در خانه هستی، خواهش میکنم در رو کشا. ایشیل یعنی که تو نرفته ای؟ فکر کردم که رفته ای. ببخش ایشیل، برای کارهای کردن ما رو ببخش. خودم رو گم کردم. میدونی زنم بیمار است، خیلی بیمار است. میفهمی شاید زنده نماند، مردنش ممکن. ما با وی جفتی خوب نیستیم. تنها یک دیگر را طاقت میکنیم و خلاص. حقیقت همین است. تو را دل گرفتم. اکنون تو را از دست دادن نمیخواهم. من تو را از دست دادن نمیخواهم. بس کن فکرت، بس کن. بس نمیکنم. تو را دوست میدارم. اگر در آن نکشایی شبی دراز در همینجا ایستاده گپ میزنم.
شما آقای نورایی نیستید. اون زنی بد شما هستید. تو را دوست می‌دارم، دوست می‌دارم، دوست می‌دارم. درو کشو. دوست می‌دارم، دوست می‌دارم. میدونستم که میکشوی، میدونستم که دوست می‌داری. آلیا از بیمارخانه با تیمور اومدی همین طور نه؟ همسایه ها با من گفتند دختری با عقل من. مادر مرا تنها گذارید. من چی گفتم؟ حیف آبی چشمت به خدا، همه وقت گریه میکنی. مگر این خیل میشود وی عمری بی مدنیت همه وقت رو میگریوند. مادر احوال فیردوس چه خیل از دخترم؟ احوالشان حلوان وزنی، طبابت کردن دشوار شد. اوه صدیقه وی دخترش رو دیگر نمیبیند گوی. حیفی اومد چند سال روی حبس خونه رو نگاه میکنه. بس کنید. میلش حیفی تو با چار چشمت مردگی مرای دیزار هستی. من نمرده به خودت زنی دیگر یافتی. رفتیم بچه ها. درشم از نظرم دیگر برازم نیاز تو بیزارم. آلیا 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 گوش کن منو التماس میکنم خواهش میکنم نترکم احوال کودک مرا ببین آنها خیلی زیق شدن مرا گوش کن التماس میکنم من آنها را زیق کردم. باید این راست بپرسم تو چی حق داری که ما را این خیل برشان کنی؟ یک طرفیستان از پیش رو هم یک طرفیستان میگوید. التماس میکنم فکرت چه شد دخترم؟ این چه احوال از در بندی کوچک؟ اون ما رو نادرست فهمیدمک. فکر کرد که او را با دیگر زنی بحث میکنم. زن رای جو میکرد که مرا تفیده کند. مردنی من رای اتصار بوده هستمک. احوال این اوریه را بین، احوال زن و فرزندانت را بین. گوشم حیفی تو برای مرد مگر آیل داوی همین است. رب از اینجا نیست شد که چشمان تو رو نبینه. رفتیم دختر، رفتیم بچه ها با تو قبلاهیده. خدایا من شکار کردم. ببخشید بچه ها. برای شما رو هم دادنمون ببخشید. مادر جان اکنون پدرم رو دیگر نمیبینیم. مگر این خیل می شود؟ بای پدر شماست. خوب روید اکنون. مادر جان برای که شما نگفتید که آن زن اپای نورای است؟ باید میگفتید که اون زنی بعد اپای نورای است. سروت خوب کن. شبی خوش. شبی خوش. خوب کن دخترم. با این احوال پگاه چه خیل جراحی میکنند کودک ها پریشان. چی کار میکنیم اکا نمیدونم. حاضر هیچ کار کردن نمیتونیم رابیه. بگذار فکرات هم کمتر از آب کشد. حاضر فقط باید سلامتی عالیه رو فکر کنیم. دعا کنیم که از جراحت الهی سلامت برایت. اگر این پایهایم سیاد می بودن رفته با دستان خودم او رو بوغی کرده می کشتم. بس کن پسرم، با لنگه آتش روغم نریز. با هاشم خبر داده؟ من با ینگه صدیقه گپ زدم. برای سنم خیلی زیق بود. باز غمی علی ازم شد.
وای بر حالمون وای. احمد جان، شما همین جایید. من به شما یک گپ گفتن میخواهم. حیفی تو به افتا اندامت نگر، نخود به گل بر این زن خیانت کنی. فرزندانت رو فکر نکردی. با شما چی شد؟ با شما چی شد که شما رو به این احوال رسون؟ بس اکنون شما مرا کشته. هم دردی تو و هم غمی سنم مرا کشت. با من قصد دارد مگر؟ قصد دارد؟ فکرت چه شد؟ با تو گفتم همش با عیبی تو فرزندهایت به این احوال افتیدن. کوزه پوشت. تو رو گوش میکنم دخترم. پگاه مرا جراحی میکنند. چی شدنش معلوم نیست. اگر مرم خدا نگه دارد دخترم. اگر مرم میخواهم که شما این رو دانید. قرارم قطعی است. امک، مادر جان، خیلی فکر کردم. پس از اون چیزی که امروز دیدم و شنیدم، فکرت رو دیگر شوهر دانستن نمیخواهم. پگاه نزیت به کد رفته برای جدا شدن عریضه می نویسم. علیا حق است مادر جان. فکرت باید جزایش رو گیرد. پگاه همراه می رویم. اپا تمام مهنش. خیر سایده سرما گوش کنید. کنی زودتر به اینجا بیایید. مادر جان؟ زودتر. شنیدید؟ علیا فکرت رو بابای معشوقش دستگیر کرده است. باز کودکان رو گرفته به خونه مادرش رفته است. همینش نمیرسید. آخر پگاه باید او رو جراحی میکردند. او همه این رو چخل میبردارد بیچاره. به خدا دلم به صدیقه میسوزد. فرزندهایش فرزند نه، آفت. صدیقه بیروزی. نمیدونم دلم به فکرته که از کودکانش جدا شده از سوزد، یا اینکه به سنم که در حبسخانه میپوسد. اگر باز عمر از سنم جدا شود، نمیدونم حال صدیقه چی میشود. صدیقه بدبخت. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا خیلی گناهکارم. خیلی خطاگی ها کردم. خیلی خودپسندی کردم. از برای من چند کس در از آمد. من این رو به خود نکردم. مرا ببخش خدا جان. به من مدد رسون خدایا. در پناه نگه دار خدا جان. من به همه گناه راضیم خدا جان. تنها نزدیکانم عذاب نکشن خدایا. عذاب نکشن. به من راه نشانده. آیلم رو نگه دار خدایا. آیلم رو نگه دار خدا جان. و من رو هم در پناه نگه دار. شرمنده نکن خدایا. خداوندا آمین. فکرت چی شد با ما سنم؟ کی ما رو به این احوال گرفتار کرد؟ کی؟ شد برای این زیخ هم نشو. علیه حالا روزش رو میبیند. البته میبیند.
پسرم رو دوست نداشت، شوهرش رو صاحبی میکرد، هیچ کس از اون نمیکشید. خورشید، تو چقدر پدر هستی؟ به نام خدا تو چقدر آدم هستی؟ یک مرتبه کودک‌ها رو فکر کن، یک مرتبه اویله‌مان رو فکر کن. در دلت یک ذره رحم نیست. حیف به تو آقای خورشید، حیف به تو. دریاداری سنم، ما پیشتر چقدر به یکدیگر نزدیک بودیم. اگر من خوراک نمیخوردم تو هم نمیخوردی. کارهایی که شما میکردید من هم کردم میخواستم، لیکن کردن نمیتوانستم. چقدر خنده‌وار مینمودم. یک مرتبه من مثل شما به درخت برآمدن میخواستم. هفته گفته مرا داشته بودید. تو هم یک روی کرده هفتیده سرت رو زده بودی. اما که قربان با ما یک سرود یاد داده بود. شبی دراز آن رو میخونده. پدرم چنان به غضب آمده بودند که آن سرود رو در یاد داری؟ Sordum sarı çiçeğe, annem baban var mıdır? Çiçek ey dur derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek ey dur derviş baba, annem babam topraktır. خداجان، درد را که دادی درمان هم میدهی. میدانم این دنیا دنیای امتحان بوده است. خدا جان در هر کار یک کاری بخیر هم هست. التجا میکنم به من برای درمان یافتن صبر بده، قوت بده خدا جان. آمین. یگان بهبودی هست؟ پسرم، من در اومده میتوانم؟ البته ینگه. فردوس، تو برای پسرت کارهایی کردی که به عقل راست نمی آید. من باشم برای دخترم میسوزه. میفهمی؟ هر دویمون هم از غم فرزند میسوزیم. فردوس، سنم بگناه است. تو این رو نقض میدانی. اگر تو زنده مانی دخترم نجات مییابد، اگر بمیری او با همین جوانیش در حبس خزان میشود. میفهمی؟ مثل پسری تو، لیکن دختری من بگناه است. مرا میشنوی فردوس؟ میشنوی؟ دخترم بیگناه است. خود را از دست نده. التماس چشمانت رو کشو و دخترم رو نجات ده. آخر او خیلی جوان است. غیر از این گناه نکرده است که در حبس پوسد. التماس چشمانت رو کشو. چشمانت رو کشو. چشمانت رو کشو. ینگه چکار بکنید؟ کشو. ایستید به خود دوید. بس کنید. خدایا. همشیره، همشیره، زود انترپی را آماده کنید. زود. زود باشه. چطور کنید؟ شد ینگه. گذشت. تبابت را به من دوام دید. من حاضر میایم. بیایید برایم ینگه جان. صدیقه، با کجا می روی؟ مرا نمیشنوی چی؟ صدیقه؟ رو افتاده. اوه صدیقه عمر گوش کن چی میگویم. و تو خیلی ناحقی ها کردم پسرم، ببخش. استغفرالله ینگه. بله کاش زبانم رو میکندم و تو سخنهای بد نمیگفتم. آخر تو فرشته بر این پاک بودی. بیهوده تو رو غیبت کردم. وقتی که خوبی کردت رو در حق سنم فهمیدم، از شرم زمین نکفید که در آیم پسرم. اوه پسرکم، مادامی که این خیل فداکاری کردی، داغ سنم رو پنهان کردی، او رو در نیمه راه نپرتاب. سنم در حبس گفته از او جدا نشو. او دختری جوان است.
نخود او رو در بین راه مانی. غیر از این از سرما بوی امید نیست. دلش به دیگر کس مایل بریم. فقط از زبانش نام تیمور میبراید و خلاص. خبر نداری؟ علیا از فکرت جدا می شود. باز تو از سنم جدا شوی. صدیقه از غم مرده نماند. فکرت با علیا برای چی جدا می شود؟ این را از خوشدامنت پرس. میلش من یک تیردشت را خبر گیرم. تو فکر کن پسرم. خیر. میلش خانم علیا، من حجتهای لازمه و عریضه را آماده کرده به دادگاه روان کردم. یک بار دیگر میپرسم، چون که نمیخوایم یک عائله ویران شود. خوب فکر کردید؟ بله، جدا میشوم. هر چه زودتر بهتر. میلش خودتون میدونید. مرحبا، میتوانید درآیید. علیا دخترم، نترس دخترم، انشالله همش خوب میشود. اگر با من یگان واقع شود این چه خیلی پس دخترم؟ التماس، هممون چقدر جدی بودن جراحی را میدانیم. اگر با من یگان واقع شود، بچه هایم به هر دوی شما امانند، در دست شما مانند، پریشان نمیشوم. باوری دارم که با شما عذاب به مادری رو نمیکشم. دخترم، خواهی نشرم. انشالله همش خدا تو را به من بخشه. پیش از اون که به جراحی درایم، بچه هایم را دیدن میخواهم. تیمور، ایسا پسرم. تو اینجا بودی؟ بله مادر جان. شما با عیادت کسی آمدید؟ علی رو جراحی میکنن. با سرما گپ میزدی؟ سرما خیلی بند بود. بیمارانش زیاد بودن. برای همین فرصت گپ زدن نیافتیم. خصلت همه دخترها همین خیل است. ناز میکنن. مجبور که کردی در حال یگون کارشون میبراید. رو پسرم، با او گپ زن. رو. شیری نکنم. اتاق جراحی آماده است. مادر جون نروی. مادر جون برو نفرشید. مادر جون شیری نکن. مادر جون استر با تو جون میشه. مادر جون درآیید. خسته نباشید خانم سرما. بله آقای تیمور، مرحمت. اکنون برای شما رو گوش کردن آماده هستم. یگون جایتان درد میکند؟ میبینم که شما هیچ بیکار نمیشوید خانم. من تنها برای گپ زدن آمدم. درد من همین است. اگر شما رو نبینم، با شما گپ نزنم، ناراحت میشوم. شما رو میبینم و تماما صحت میشوم. آقای تیمور، سرما، همش را فهمیدم. درد هر دویمان یک است. قلبهایمان زخمین است. بیایید و زخمی هم دیگر مرهم شویم. من شما را خوشبخت میکنم و مثل دیگران هیچگاه نمیرنجانم. اگر مرا خوبتر شناسید، باوری دارم که حتما دوست خواهید داشت. شما حالا مرا نمیشناسید و من یک فرصت دیگر دهید. من التماس، اپای علیه را حاضر از جراحی میبرارند. ببخشید، رفتنم لازم. گوش کن تیمور. لبای مادر. من مادر سرما هستم. این کارو با من واگذار.
یک دسته گل گرفته به خانه ما بیاو. با پدرش گپ زن. سرما میبیند که تو رو دوست میداری. نیتت جدی است. شاید راضی میشود. تو مرا فهمیدی پسرم؟ شما شفا میابید اپای علیه. با شما خبری خیلی خوش دارم. با دکتری طبابتیتون سراب خانم صحبت کردم. او گفت که جراحی خیلی خوب گذشته است. در آینده شما میتوانید باز حامله دار شوید اپای علیه. اپای علیه، بچه هایم در کجایند؟ مادر جان شفا یابید. خدا را شکر که نجات یافتی دخترم. خدا را شکر اپا جان. هارون تو در کجا بودی؟ اومدن نتوانستم چون که با آخرین اتوبوس دیر موندم. باز مادرم هم اومدن نخواست. سعیده چیزی که شنیدم راست است؟ از روز رفتنتون واقعه های زیادی روی دادند. اپای سنم در حبس، ینگای فردوس باشند در دم مرگ. اپای علیه را جراحی کردند. یعنی از روزی رفتنی ما اینجا واقعه های زیادی شده است بگو؟ نپرس هارون. مادرم باشند سرما را به یک مرد بیگانه به شوهر دادنیند. یعنی چی خیل؟ اکای عمر با اپای سرما آشتی نشدن؟ کاش که آشتی می شدن. سعیده تو چی خبر نداری؟ از چی خبر ندارم؟ مگر نمیدونی که اکای عمر چرا با سنم خونه دار شدن؟ عمر احوال ینگای فردوس چه خیل است؟ او به خود آمد. عمر انشالله همش خوب می شود سنم. اگر خوب نشود چی عمر؟ من چی کار میکنم؟ من غم نخور سنم. چیزی که نشود تو بیگناه هستی. این رو اثبات کرده میتوانی. بله غم نخور. حقیقت روی آب میپراید. دلیل ها داری. غیر از این ینگای فردوس زنده است هنوز. از خدا امیدمان رو نمیکنیم سنم. فهمیدم که همسرتان زیر نظارت است. تشکر. من همین بگاه برای آیله برپا کردن قدم اولینم را میگذارم. سرما با من همش را نقل کرد. میدانم که نامزد بودید. اکنون با دیگر کس خانه دار شده اید. ما هم با سرما آیله برپا میکنیم. همش در گذشته ماند. یگان مشکلی نباید شود، لیکن فکر کردم که از همش با خبر باشید خوب است. چون که با تو کار زیاده دارم. عمر ردلی. حیف شیری سفیدم که به تو دادم. چکل این کارو کردی؟ حدی اقل کودکایت رو فکر نکردی؟ تو وجدان نداری فکرت؟ همه این کارهایی کردت کم بود که باز در جراحی زند نبودی. خوب که جراحی با موفقیت گذشت. سلامتیش هم در خطر نیست. شکر. یعنی علیه کودک دار می شود؟ چه فرق دارد؟ بعد این کارهایی کردت فکر کردی که باز با تو زندگی میکند؟ صدقه همین خلزن و فرزندهای نازنین شوی. نیست شو از نظرم.
انا اینجا رو ساز کردم انا شد. مادر چی شد؟ این چه سروسی مگی؟ کی می آید؟ تیمور به خوزگاری تو می آید دخترم. چه؟ شما جدی می گویید؟ الو سرما گوش میکنم آقای عمر. من تو رو بالای تپه انتظار میشوم. التماس به نزد من بیو. با تو گپ زدن میخواهم. برای چی زنگ زده است؟ مردی زندار مگر به دیگر دختران زنگ میزند؟ قرارشو برآورد. میدانستم از سنم جدا میشود. اپا جون با تو یک چیز گفتن میخواهم. وقتی که اومدم بد میگویی. اپا سرما دخترم با کجا میروی؟ با کجا؟ سرما آه سرما سرما با من شما نقل کرد. میدانم که نامزد بدید، لیکن اکنون با دیگر خانه آشنا شده اید. ما هم با سرما آیله برپا میکنیم. نخود او رو در بین رامونی. غیر از این از سرما بوی میری نیست. دلش به دیگر کس مویل بری. اگر جدا شدی میترسم که سنم با خود یکون بیعقلی میکنم. دخترم بدبخت میشود. عمر پسر توی رو میفهمی. عمر تو رو گوش میکنم عمر. از سنم جدا میشوی همین طور. عمر التماس با من نگاه کن. چی شد؟ سرما میدونی چی؟ آن عشقی که نسبت تو دارم در نزد همه این مشکلی ها هیچ است. مرا ببخش. مایلش عمر مایلش. یعنی تو چون این قرار برآوردی؟ یعنی راههایمان تا آخر جدا میشوند؟ بایلش عمر. خدایا کیها آمدند؟ خوش آمدی پسرم. مرحمت. شام بخیر مادر جان. شام بخیر. حمزه نگاه کن مهمان آمد. گذر پسرم گذر. این سرما کجا رفته باشد نمیدونم. خون دخترم. شد دیگر نمیخواهم. من طبق رو برم دخترم. حاضر در کجا زندگی میکنه آقای تیمور؟ در حال حاضر یک خانه میکاوم. تشکر به آقای هاشم که به من کمک میکنم. روزی گذشته یک خانه نشان دادن، لیکن من در محله شما خانه داشتم میکنم. این محله رو خیلی دوست داشتم. آخر خانه شما در این محله. یعنی محله اون رو دوست داشته. انشالله با خواست دلتون خانه میابید. جای های ما خوب است. جای آرام، خوشباد و هوا. بله خوشباد و هوا است. خوش آمدید. خوش باشید. مادر برای چی با اپای سرما نگفتی؟ چی رو نگفتم دخترم؟ واقعه های با اپای سنم روی داده رو. اکای عمر مجبورن خانه دار شدن. همه میدونن، تنها من و اپام نمیدونن. به من گوش کن.
اگر این گپا رو به سرما گویی هارون رو در شب خوابت میبینی، فهمیدی؟ سرما باید نفهمد. چرا باید من نفهمم؟ هیچ چیز نه، همین خیلی گپ میزدیم دخترم. نه اپا، یک چیز هست. گپم رو فهمیدی؟ تو رو گوش میکنم سیده. چرا از من پنهان میکنید؟ یک وقت تو دوغن گفتنی امک بچه داشتیم. او اپای سنم رو در خانه بغدور تجاوز کرده است. کودکی که سنم افتانده است از دوغن. اکای عمر برای اپای سنم رو از شرمندگی نجات دادن با او خانه دار شده است. تیمور پسرم خوب هستی؟ بله، من به اینجا برای یک کاری خیر آمدم. طلبگار دخترتان هستم آقا. با او خانه‌دار شدن میخواهم. آقای تیمور، اول اینکه همه‌اش بخیر باشد. آقای تیمور، اول اینکه همه‌اش بخیر باشد. دوم اینکه سرما دختری با عقل است، قرارش رو خودش میبرد. شما باید اول روزگی سرما رو گیرید، از او پرسید. سخن آخر از اوست. سرما بیا پدرت جر میزند. خیلی شدم که سلامتیت بهتر شده است. همش خوب می شود. علیا، همش رو از نو سر میکنیم. نه نمیشود فکرت. این آخرین فرصتی بود که من به تو دادم و تو این را از دست دادی. همش تمام شد. این مراتب قرارم رو برآوردم. من از تو جدا میشوم. علیا، التماس به خاطر روزهای خوشبختیمون با من امکانیت ده. من حتما عوض میشوم. انا میبینی؟ نه فکرت، عوض نمیشوی. من به تو چند بار امکانیت دادم لیکن تو باز تکرار کردی. اکنون من برای جدا شدن عریضه دادم. عشق در قلبمان مثل آتش بوده. شعله آن روحمان را روشن می کند. عشق از هجران می سوزد لیکن با امیدهایش بهار است. در سینه‌اش غم، در کوه و صحرا همه وقت آواره می گردد. زار و حیران، زار و زار. سرما نمیشنوی؟ تو رو پدرت جر میزنم. بعضا امیدها می شکنند، بعضا شکسته ها شفا نمی یابند، بعضا در پیش امیدی نمی ماند، روشنی هم نمی تابد. بعضا صدا را از راهی دور می شنوند، به مانند برگ زرد شده خزان می شوند، یا اینکه مثل شمع تا آخر سوخته تمام می شوند. همه این برای چی شدی انگار؟ برای چی؟ ای عشق، آیا میدانی که تو همه چیز هستی؟ هم زهر هستی و میکشی، هم دارو هستی و دوا میبخشی. ای عشق، بلای جان شدستی، درد دل ناتوان شدستی. قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خور نیست. بیا فردوس، فردوس بیا. این جهان خیلی زیبا. بیا به نزدم. خواهرم به سفیر شیطان باور نکن. برگرد، خود را نسوزان. آنجا آتش است، تو را برای سوزاندن جغ میزند. نامت را فکر کن خواهرم. فردوس در جنت خیلی مقامی مهم است. پدر و مادرت را فردوس ناماندن که لایق آنجا شوی. آنها را ناامید نکن. برگرد، نرو. بیا فردوس، تو را انتظارم. بیا. نه رمزی، نه نمیروم. بیا فردوس، بیا. اکنون بیدار شو خواهرم. چشمانت رو بشو.
دخترم، آقای تیمور با تو خانه‌دار شدن میخواهند. تو چی میگویی؟